ابا بکر دعوتك لو اجبت الى ما فیه حظك لو عقلت. سپس خطاب کردند به این شخص، به گفتن که ابابکر دعوتك لو اجبت، من تو رو دعوت دارم، من تو رو دعوت میکنم به یک چیزی که کاش اگر تو دعوتی مرا میپذیرفتی، کاش دعوتی مرا قبول میکردی، اجابت میکردی. الی ما فیه حظک این عقلت، من تو رو به یک چیز دعوت میکنم که در آن نصیبه تو هست اگر تو عقل داشته باشی. به نصیبه مکمل من تو رو دعوت کرده ایستادم. الى علم تکون به اماما، من تو رو به یک علم دعوت میکنم که به سبب این علم امام میشوی، پیشوا میشوی. مطاعا این نهیت و این امرت، امامی مطاع میشی، امامی اطاعتکار، امامی ساختنه، پیشوای ساختنه، پیشوای دروغین نه، پیشوایی که یعنی به طریقی گوییم اتوماتیکی پیشوا. اماما مطاعا، امامی اطاعتکار میشه اگر امرت او نهیت، اگر اطاعت کنی، اگر چی منصب نداری، وظیفه نداری، مردم تو را اطاعت میکنن. اماما مطاعا این امرت و این نهیت. ابوبکر من تو را به یک چیز دعوت میکنم که اگر تو آن را گیری و علم است، نصیبه مکمل است، یک امام میشوی که امام میشوی که مردم تو را اطاعت میکنن وقتی که آنها را امر و نهی میکنی. یعنی منظور این نیست که این تو علم را به همین خاطر آموزی، نه، لیکن نتیجه همین است. این دعوت به چی است؟ این امر الله تعالی است که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آنهایی که ایمان آوردن و علم داده شدن، الله تعالی درجه های آنها را بالا میبردارد. مرتبه اهل علم با وعده الله تعالی بلند است. الله تعالی مرتبه آنها را بالا میبردارد. بنابراین خواهی نخواهی الله تعالی برای تو مرتبه بلند میدهد، لیکن با نیت خوب تعلیم گیر. یعنی اینجا نصیحت کرده ایستادن که اگر الله تعالی تو اگر علم آموزی در راه الله سبحانه و تعالی، یک امام میشوی که مردم تو را اطاعت میکند.